بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم کتاب هفتم، متوسطه اول. فصل سوم در رابطه با یه شاخه از ریاضی صحبت میکنه به نام جبر. ما اگه بیاییم تاریخ علم ریاضی رو بررسی بکنیم به 3 تا شاخه خیلی بزرگ برمیخوریم. شاخه اول علم ریاضی شاخه حسابه، اون قسمت از ریاضی که در رابطه با 4 عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم صحبت میکنه. از ابتدای خلقت علم حساب وجود داشته، همه چیز بر اساس حساب و کتاب خلق شده. یه مقدار جلوتر که اومدیم تاریخ گذشت، انسان‌ها احساس کردن به یه سری از مسائل دیگه‌ای هم نیاز دارن. یه شاخه دیگه‌ای از ریاضی وارد زندگی آدم‌ها شد به نام هندسه. اون قسمت از ریاضی که با اشکال سر و کار داره، با محیط، با مساحت، با حجم، با شکل‌های ریاضی، مربع، مستطیل، دایره، چجوری میشه محیطش رو به دست آورد، مساحت با محیط چه تفاوتی میکنه، وارد زندگی آدم‌ها شد. آدم‌ها با ریاضی کلنجار رفتن، با مسئله‌های ریاضی سر و کله زدن تا اینکه یه سری از مسئله‌های ریاضی براشون لاینحل یا حل نشده باقی موند. احساس کردن یه روش دیگه‌ای، یه قسمت دیگه‌ای تو ریاضی باید وارد بشه. اومدن یه شاخه به ریاضی وارد کردن به نام جبر. شاید بشه بگی جبر جوانترین شاخه ریاضیه که ما داریم باش کار میکنیم. اگه بخوایم یه تعریف خیلی ساده از جبر بکنیم میتونیم بنویسیم کاربرد حروف در ریاضی رو ما بهش میگیم جبر. کاربرد حروف یعنی چی؟ یعنی علم ریاضی فقط علم اعداد و علامت ها نیست، فقط مثبت و منفی نیست، فقط رادیکال و مساوی و کوچکتر و بزرگتر نیست، فقط اعداد کسری و اعشاری نیست. گاهی اوقات حروف یا ساده تر بخوایم بگیم الفبا هم وارد ریاضی میشن و کمک میکنن تا ما زندگیمون یه مقدار راحت تر بشه، مسائلمون یه مقدار ساده تر حل بشه. تو علم جبر یا کاربرد حروف در ریاضی کوچکترین قسمت رو بهش میگیم جمله جبری. خوب دقت بکنید. جمله جبری چیه؟ اون سنگیه که علم جبر رو اون بنا شده، پایه‌ایه که جبر از اون شروع شده و ادامه پیدا کرده. جمله جبری اگه بخوایم یه تعریف ساده ازش بکنیم میشه از ضرب یک عدد در یک حرف جمله جبری به وجود می آید. 3 تا نکته تو این جمله‌ای که من نوشتم، تو این تعریفی که نوشتم وجود داره. 1. عملیات ضرب. 2. حتما باید یه عددی وجود داشته باشه و حتما باید یه حرفی وجود داشته باشه. بخوایم اگه مثال بزنیم، مثلا عددی مثل -2 در حرفی مثل الف ضرب میشه. عملیاتمون گفتیم عملیات ضرب باید باشه. عددی مثل -5 در حرفی مثل جیم ضرب میشه. عددی مثل 1 x کوچک انگلیسی ضرب میشه. عددی مثل 2 در حرفی مثل a بزرگ انگلیسی ضرب میشه. 4 تا مثال زدم برای اینکه بدونید اعداد ما میتونن منفی باشن، مثبت باشن، کسری باشن یا اعشاری. حروف ما میتونن فارسی باشن، انگلیسی باشن، کوچیک باشن یا بزرگ، تفاوت نمیکنه. ما نیاز به یک عدد داریم و یک حرف که بینشون عملیات ضرب وجود داره. اگر اینها باشن، این 2 تا قسمت و عملیات ضرب بینشون باشه، چیزی که به وجود میاد ما بهش میگیم جمله جبری. از ضرب -2 در الف چیزی که به وجود میاد میشه -2 الف. قرارداد میکنیم، سمت چپ عدد رو مینویسیم، سمت راست حرف رو. علامت ضرب از بینشون برداشته میشه. -5 ضرب در جیم میشه -5 جیم. نمیتونیم اینا رو جابجا کنیم بنویسیم جیم -5. این یه قرارداد بین المللیه، هم رعایتش میکنن. 1/4 ضرب در x میشه 1/4 x.
2/10 ضرب در A یا ضرب در A میشه 2/10 آی انگلیسی. 2/10 آ یه جمله جبریه، 1/4 x یه جمله جبریه، مثبت 5 جیم و منفی 2 الف جملات جبری هستن. هر جمله جبری از 2 قسمت تشکیل شده. این قسمت عددی رو بهش میگن ضریب عددی یا قسمت عددی. چرا ضریب عددی؟ یعنی اینکه یه عددی اومده ضرب شده در حرف ما. ضریب عددی ما 2/10. این قسمت حرفیه رو بهش میگیم متغیر یا قسمت حرفی. متغیر هم بهش میگن. چرا؟ چون تغییر میکنه. الان 2/10 آ هست، ممکنه بشه 2/10 بی، ممکنه بشه 2/10 x یا حرف دیگه. پس ضریب عددی، عددی که ضرب شده در قسمت حرفی ما یا متغیر ما، اما علامت ضرب از بینش برداشته شده. خب پس جملات جبری رو شناختیم. یه عدد داشتیم، یه حرف داشتیم، در هم ضرب شدن، جمله جبری به وجود اومد. 2 تا سوال ممکنه اینجا پیش بیاد. سوال اول، 1. آیا حرف تنها جمله جبری است؟ اگر یه حرف داشتیم، مثلا به شما میگن آقا بی جمله جبریه؟ میگیم بله جمله جبری هست. آقا چرا شما گفتید باید یه عدد باشه، یه حرف وجود داشته باشه، عملیاتی مثل عملیات ضرب باید باشه؟ میگیم وقتی میگیم بی مفهومش هست 1 بی و وقتی میگیم 1 بی یعنی 1 ضرب در بی. پس اگر حرف خالی داشتیم میتونیم برای قسمت عددیش عدد 1 رو در نظر بگیریم و اون جمله جبریه. پس حرف تنها جمله جبری هست. حالا بی مثبت میتونیم بنویسیم مثبت 1 بی. اگر بود منفی سی می نوشتیم منفی 1 سی. تو قسمت عددی هر کجا عدد نداشتیم 1 میذاریم. سوال دوم پیش میاد، آیا عدد تنها جمله جبری است؟ آقا شما گفتید جبر کاربرد حروفه. حالا داریم رد میشیم به یه عدد برخورد میکنیم. یه عدد یه گوشه ای افتاده، مثلا 5 خالی. آیا این 5 خالی جمله جبریه؟ بازم میگیم بله جمله جبری هست. آقا این چرا؟ در حد کلاس 7 نمیتونیم توضیح بدیم. فصلای آخر کتاب 7 باید اعداد تواندار رو بخونیم. میگیم مثلا این آقا هست 5x به توان 0. الان نمیتونیم توضیح کاملی بدیم، نیاز به اطلاعات بیشتری داریم، اطلاعات تا بخوایم توضیح بدیم چرا 5 میشه 5x به توان 0 و جمله جبری حسابش میکنیم. در حد فصل 3 کتاب 7 نمیتونیم توضیح بدیم. پس عدد تنها جمله جبری است، حرف تنها جمله جبری است، عدد و حرف در هم ضرب بشن جمله جبری هست. جملات جبری رو تو کتابای ریاضی میان به 2 دسته تقسیم میکنن. 1 جمله متشابه، 2 جمله نامتشابه، یا بهتره بگیم جملات متشابه و جملات نامتشابه. جملات متشابه چی هستند؟ جملات جبری جملات متشابه دارن. جملاتی هستند که قسمت حرفی آنها یکسان است، دقیقاً بدون هیچ تغییری حرفاشون مثل همه، متغیراشون مثل همه. مثل چی؟ منفی 2x، مثبت 3x، 1/5 x، 2/10 x اشاری. اینا همه قسمت حرفیشون x دارن بدون هیچ تغییری. آقا عدداشون با هم تغییر میکنه، ما اصلا بحثمون قسمت عددیشون نیست، قسمت ضریبشون نیست، همه حرفاشون x هستن. به اینا میگیم جملات متشابه. به چه دردی میخورن؟ بعد اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر. جملات نامتشابه جملاتی هستند که قسمت حرفی یکسان ندارند. مثل چی؟ مثل منفی 2x، منفی 2a،
منفی 2b 5 مثلا m. آقا اینا عدداشون شبیه همه ها، ما فقط با حروفشون کار داریم، با متغیراشون کار داریم. یه جا x داریم، یه جا a یا a داریم، یه جا b داریم، یه جا m داریم. اینا شبیه هم نیستند با اینکه عدداشون مشترکه. اینا شبیه همن با اینکه عدداشون متفاوته. همشون x دارن. به چه دردی میخورن؟ از کنار هم قرار گرفتن جملات جبری متشابه و نامتشابه عبارت جبری تشکیل می شود. آقا جان نگفتیم جمع و تفریق، گفتیم چی؟ از کنار هم قرار گرفتن. مثال منفی 2x مثبت 5y. تو ریاضی این y خونده میشه به جای اینکه y خونده بشه. منفی 2x مثبت 5y منفی 4x منفی 3y. خب این یه عبارت جبریه، یه عبارتی که از 4 تا جمله تشکیل شده. داریم 3a منفی 4b منفی a مثبت 4b. اینم یه عبارت جبریه 4 جمله‌ایه، از 4 تا جمله تشکیل شده. نکته بسیار 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 مهم که باید تو ذهنتون باشد، جملات جبری متشابه با هم جمع و تفریق می شوند. ما به این عمل جمع و تفریق کردن جملات متشابه تو ریاضی میگیم ساده کردن. وقتی به شما میگه عبارت مقابل را ساده کنید، یعنی جملات متشابهش رو پیدا کن، متشابه اونا رو با هم جمع و تفریق کن. تو عبارت اول یه عبارت 4 جمله‌ای داریم، منفی 2x منفی 4x متشابه هم، حرفاشون x، یکی از x هاشون رو می نویسیم، میریم سراغ عدداشون. فصل دوم کتاب هفتم میگیم آقا منفی 2 و منفی 4 جفتشون منفی هستن. برای اینکه با هم جمع کنیم یکی از علامتاشون رو میذاریم، عدداشون رو با هم جمع میکنیم. آقای منفی 2x و منفی 4x ساده شدهش میشه منفی 6x. مثبت 5y و منفی 3y جفتشون متشابهن، y دارن، یکی از y ها رو می نویسیم، مثبت 5 منفی 3 چون علامت ها تفاوت میکنن کم میکنیم، میشه 2 علامت مقدار بیشتر مثبت 2y. یه عبارت 4 جمله‌ای داریم تبدیل شد به یه عبارت 2 جمله‌ای. حالا منفی 6x و مثبت 2y رو دیگه نمیتونیم ساده کنیم چون متشابه نیستن. 3a علامت نداره، مثبت. آقا منفی a یعنی چی؟ یعنی منفی 1a. مثبت 3a و منفی 1a متشابهن، یه دونه a می نویسیم، مثبت 3 منفی 1 میشه مثبت 2a. این دوتا ساده شدن. منفی 4b مثبت 4b یه b می نویسیم، مثبت 4 و منفی 4 قرین علامتاشون فرق میکنه، کم میکنیم میشه 0b. 0b یعنی منفیه، یعنی هیچی b. مثبت 2a رو می نویسیم، دیگه نیاز به b هم نداریم. عبارت جبری 4 جمله‌ای تبدیل شد به یه عبارت 1 جمله‌ای. خسته نباشید.